مهمون امروز برنامه بلوط سرخ محمد رضا قلمبر هستش. متولد 1360 توی تهران، بچه اول خانواده، یه بچه به شدت شیطون و بازیگوش که از 4 سالگی تا اخذ دیپلم این شر و شیطنت رو همیشه داشته. محمد رضا از وقتی خودش شناخته دیگران بهش گفتن برو بازیگر شو. در آخرم رفت لیسانس بازیگری تئاتر گرفت. بازیگری تئاتر کرده و این اواخر هم شروع کرده به نوشتن و کارگردانی. محمد رضا از سال 88 به بعد هم توی رادیو برنامه‌های زنده زیادی اجرا کرده که شاید بشه به جوانی در بس، باشگاه جوانی، اینجا شب نیست، تو صبح صبا، دو طرفه و خورجین در رادیوهای جوان و صبا و نمایش اشاره کرد. یکی از برنامه‌های که خیلی منحصر به فردش که خیلی هم شنیده شد، آیتم گزینه‌های روی میز برنامه جوان ایرانی سلام رادیو جوان. از سال 90 هم جزو بازیگرای اداره کل هنرهای نمایشی رادیو شده. خلاصه که صدای آشنایی برای دوستداران و دنبال کننده های این رسانه داره. تو تلویزیون هم اجراهایی داشته، مثل برنامه مهمونی و فوتبال زندگی است در شبکه نسیم و برنامه‌های و اما امروز و مثبت آموزش و گیومه در شبکه آموزش. فیلمبین تلاش میکنه که کتاب هر سال بیشتر بخونه و دست آخر هم میدونه که هیچ کاری رو بهتر از بازیگری نمیتونه انجام بده. مهمون امروز برنامه بلوط سرخ محمد رضا قلمبر.